من و رومان جان خواستیم که یک گزارش کوتاه در مورد شب یلدا بسازیم. به این دلیل که شب یلدا یک شب خیلی خاص است برای ما افغانان. در این شب فامیل ها و دوست ها کنار هم جمع می شوند، غذاها و میوه های خوب آماده می کنند. بزرگ های فامیلا برای جوانان شعر می گویند و داستان می خوانند. همه با هم در یک فضای عالی شب یلدا را تجلیل می کنند. در شهر ویل که یکی از زیباترین شهرهای دنمارک است، در این شهر علاقمندان فرهنگ، ادبیات و فلسفه بیشتر است نسبت به شهرهای دیگر. در این شهر هم خانم‌های زندگی می‌کنند که برای زنده نگه داشتن فرهنگ، ادبیات و کلتور ما آستین همت را بالا کردند و شب یلدا را در یک فضای صمیمیت و محبت تجلیل کردند. این خانم‌های با همت هر سال روزهای فرهنگی، ادبی و دینی ما را تجلیل می‌کنند و در لب‌های صدها هموطنان خود خوشی و خنده می‌آورند. من در این فکر هستم که ما مردم افغانستان در دنمارک بسیار اتحادیه‌ها داریم. چرا دیگر اتحادیه‌ها که از من و تو پول می‌گیرد همین رقم یا به شکل همین خانم‌ها فعال نیستند، برای زبان ما، ادبیات ما، فرهنگ ما کار نمی‌کنند. به نظر ما شاید اونا غیر مسلکی باشن یا کم معلومات باشن یا کدام ضعیفی داشته باشن. به نظر ما امی خانم های شهر ویل می تواند یک الگو یا نمونه برای دیگران شود که از اینها بیاموزند و اونا هم فعالیت کنند. شاید بعضی از بزرگا یا کلانا از خانان ما ناراحت شوند، اما ما حقیقت را میگویم. من از حقیقت نمیتونم چشم پوشی کنم. من و مهدی جان این گزارش را ساختیم با افتخار و قدردانی همین خانم‌های شهر ویل. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.